یه سلام پر از عشق خدمت تمامی شنونده های چنل داستان تک. قبل از شروع داستان میخوام از تک تکتون تشکر کنم بابت حمایتاتون. مرسی که انقدر خوبی. شما میدونید که چقدر برای من عزیزی. وقتی قلبم انقدر عشق و محبت ازتون میبینه، از خوشحالی و حجم زیاد عشقی که توش شکل میگیره میخواد وایسه. ببینید دیگه من چقدر شماها رو دوست دارم. خیلی خوب، بریم سراغ شنیدن داستان جذاب و هیجان انگیز امشب. تو اون شب پرسر و صدای عروسی که همه شنگول و خوشحال بودن، من فقط صدای یه چیز رو میشنیدم. صدای خرد شدن سکه ها، خشخش اسکناس ها که تو دستم جا به جا می شدن و بوی تند و شیرین گاف ها که پشمام. بوی تند و شیرین گاف ها؟ شیرین؟ گاف ها که از بیرون می اومد. من تا رسیدم خونه اولین کاری که کردم این بود که شروع کردم به شمردن شادباش ها و کادوهای عروسی. هی تو ذهنم می گفتم ببینم با این پولا چند تا به قاوام میتونم اضافه کنم. من وسط حال نشسته بودم و اسکناس ها رو دونه دونه جدا می کردم و سکه های ریز و درشت رو با دقت تفکیک می کردم. تمام دنیا برای من تو اون لحظه خلاصه شده بود تو اون انبوه پول و طلا که میتونستن اعتبار و ثروت منو بیشتر کنن. من داشتم با نوک انگشتام سکه ها رو میشمردم و لبخند میزدم. این پولا بوی قدرت میدادن، بوی یونجه تازه، بوی پروار شدن گاف ها. من تو ذهنم تمام گاوهای پدرزنم رو پروار می دیدم که مثل کوههای سیاه و سفید تو مزرعه ایستاده بودن و همه به من احترام می زاشتن چون من اربابشون بودم. این گاوها تنها راه نجات من از تحقیرهای سالها زندگی بودن. من می دونستم که اگه این گاوها رو داشته باشم دیگه هیچ کس جرأت نمی کنه منو با اون لقب زشت صدا کنه. من اونقدر غرق تو اون دنیا بودم که حتی متوجه بوی گل و عطر و شیرینی فضای خونه نبودم. من فقط بوی پول رو میفهمیدم و این حس مالکیت تمام وجود منو پر کرده بود. من یه دفترچه کوچیک داشتم که توش قیمت گوساله ها و یونجه ها رو یادداشت میکردم و دائم قیمت ها رو با پولایی که تو عروسیم جمع شده بود مقایسه میکردم و هر بار که میدیدم میتونم یه گوساله دیگه بخرم قلبم از هیجان تندتر میزد. من تمام پولها رو دسته‌بندی کرده بودم. اسکناس های 50 تومانی رو یه طرف، 100 تومانی ها رو یه طرف. سکه ها رو بر اساس رنگ و اندازشون جدا کرده بودم و هر کدوم باید تو جای مخصوص خودشون قرار می گرفتن. اگه یه سکه جای دیگه می افتاد تمام نظم ذهنی من به هم می ریخت و من مجبور می شدم از اول شمردن رو شروع کنم. این نظم افراطی تو پول شمردن تنها جایی بود که من احساس قدرت و کنترل داشتم، وگرنه تو زندگی واقعی من هیچ کنترلی نداشتم. عروسم که رفته بود توی اتاق و هیچ صدایی ازش نمی اومد. نه می گفت خسته شدم، نه می گفت بیا پیشم، نه اصلاً انگار که شب عروسی ماست. اون انقدر بی‌حس و بی‌خیال بود که من ترجیح میدادم به جای رفتن تو اتاق و مواجه شدن با اون سکوت و سردی با پولا و نقشه های گاوها وقت بگذرونم. حتی یادم رفت که باید شام بخورم یا اصلاً کی باید برم تو اتاق هجله. همین که داشتم یه دسته پول رو مرتب میکردم و میخواستم سکه ها رو توی یه کیسه جدا بریزم، یهویی چند تا از زنای فامیل و مادرزنم که برای آوردن رخت خواب و وسایل عروس دوماد اومده بودن تو خونه منو دیدن که مثل یه بچه نشستم وسط حال. به جای رفتن پیش زنم و بودن تو اتاق اونجا دارم پول میشمرم. تمام قیافه‌هاشون پر از تعجب و پچ پچ شد. یهو با صدای آروم شروع کردن به نجوا کردن تو گوش هم و من حس میکردم که تمام وجودم داره از خجالت ذوب میشه. یکی از زنها آروم تو گوش مادرزنم گفت وای دختر بیچاره، ببینین خپل چلمنگ حتی نمیفهمه که امشب چه شبیه. نگاه کن، به جای زن چسبیده به پول. مادرزنم اخم کرد و با یه لحن پر از تحقیر بهم گفت عباس خجالت بکش، پاشو برو تو اتاق پیش زنید. این پولا که فرار نمی کنن. تو الان باید مرد باشی بری پیش زنید.
اون زن بیچاره تنها تو اتاق نشسته، تو اینجا داری پول میشماری. تمام حیثیت ما رو بردی. با خجالت بلند شدم، سعی میکردم پولا رو یه گوشه جمع کنم. اما از دست و پا چلفتی بودنم نتونستم سکه ها رو خوب جمع کنم. چند تا سکه قل خوردن و رفتن زیر مبل و من با نگرانی و وسواس داشتم دنبال سکه ها میگشتم و این کار من بیشتر باعث خنده پنهونی اون زنا میشد. دایی اکبر رسید. وقتی اون صحنه کثافت وارو دید که من وسط خونه ولو شدم و زنها دارن با ترحم بهم نگاه میکنن، داغ کرد. گفت یه دقیقه از فکر گاوا بیا بیرون. برو بغل زنت بخوا. مثلا امشب شب عروسی توه. دیگه خیر سرت مردی. با شنیدن حرف دایی یهو انگار برق از سرم پرید و یه چیز مهم یادم اومد. یهو گفتم خوب شد گفتی دایی. من برم ببینم اون گاو که قرار بود جلومون بزنن زمین و گذاشتن سر جاش. آخه رفتم وسط مجلس عروسی، با داد و بیداد نذاشتم اونا گاوو بزنن زمین. حالا میترسم که یه وقت پدرزنم سرش بیاد و تو غیاب من اون گاوو کارشو تموم کرده باشه. من با سرعت تمام راه افتادم سمت طبیله تا ببینم گاوا هستن یا نه. زنها و دایی اکبر فقط با بهت و تحقیر بهم نگاه میکردن. اونا فکر میکردن من فقط دیوونه پولم. اما اونا نمیدونستن که عشق من به گاوها از هر چیزی تو این دنیا قوی تره. من باید مطمئن میشدم که تمام گاوها سالمن و هیچ کدومشون آسیب ندیدن. چون اونها تمام اعتبار و آبروی من بودن. از در خونه خارج شدم، صدای نجوا و پچ زنها و دایی اکبر از پشت سرم میشنیدم که میگفتن این دیگه واقعا عقلشو از دست داده. این نه تنها چله بلکه مشکل رابطه‌ای هم داره. این دیگه زن و زندگی نمیفهمه. و این نقطه شروع بدبختیای من بود. این شروع جنون من در زندگی جدید بود. من عباسم، اما از بچگی به میگفتن عباس چل یا عباس خپل. من خیلی توپل بودم. همیشه از بچه‌ای همسن و سالم بزرگتر و سنگین‌تر بودم. این توپلی بی‌قواره و چاقم منو تو چشم همه می آورد و منو تبدیل میکرد به هدف اصلی. تمام شوخی و تمسخرهای بچه‌ها. من دائم از خودم بدم میومد و سعی میکردم تو گوشه قایم بشم که کسی منو نبینه، چون میدونستم هر بار که دیدشم یه تحقیر جدید در انتظارمه. من شبیه یه کوه گوشت بودم که از هر سوژه و لطیفه میساخت و من باید تحمل تمام اون حرفا و نگاه‌های پر از نفرت و ترحم و به جون میخریدم. همیشه لباسایی میپوشیدم که 2 سایز از خودم بزرگتر بودن تا بلکه تو اون لباسا گم بشم و دیده نشم. اما فایده نداشت. توپلی من از زیر هر لباسی معلوم بود و من هر جا میرفتم یه علامت سوال بزرگ بودم. اما مشکل من فقط توپلی نبود. مشکل اصلی من دست و پا چلفتی بودن بود. من به طرز وحشتناکی دست و پا چلفتی بودم. طوری که هر جا میرفتم یه خرابکاری میکردم. نمیتونستم یه لیوان آبو بدون ریختن بخورم. همیشه پامم به هم گره میخورد و میافتادم. هر چیزی که تو دستم بود میشکست یا میریخت تو خونه. هر روز یه صدای شلپ شلپ یا تق تق از سمت من میومد. پدر و مادرم با تأسف و خشم بهم نگاه میکردن. اونا دیگه خسته شده بودن از اینکه دائم باید دنبال من باشن و کثیفی و خرابکاری منو جمع کنن. من در تمام کارهای روزمره شکست میخوردم. حتی ساده ترین کارا برای من یه مأموریت غیر ممکن بود. من نمیتونستم تعادل خودم رو حفظ کنم و همیشه احساس میکردم که تو این دنیا زیادیم. یادم میاد یه روز که مادر داشت تو آشپزخونه برای مهمونا شیرینی میپخت. من میخواستم کمکش کنم. سینی شیرینی رو ببرم تو اتاق، اما همین که سینی رو گرفتم دستم پاهام به هم گره خوردم زمین. تمام شیرینی ها پخش شدن رو زمین و دیوارا. پر از خورده های شیرینی شد همه جا. مادرم با خشم اومد بالا سرم و فریاد زد. عباس تو واقعا یه بلای آسمونی. تو حتی نمیتونی یه سینی شیرینی رو ببری تو اتاق. تو واقعا چلمنگی. خپلی. این کلمه ها مثل داغی تو قلب من میشستن و من فقط میتونستم یه گوشه کس کنم و گریه کنم بدون اینکه بتونم از خودم دفاع کنم. 2 برادر بزرگتر از خودم داشتم.
که همیشه درس خوند بودن و از همون بچگی تصمیم گرفته بودن از روستا این زندگی کثیف فرار کنن. اونا منو تحقیر میکردن چون من برعکس اونا خنگ و دست و پا چلفتی بودم. اونا با افتخار از مهاجرتشون به خارج از کشور حرف میزدن. همیشه بهم میگفتن ما میریم و تو اینجا با این پخمگی و چل بودنت میمونی و تهش هم همینجا میمیری. اونا درست میگفتن. زندگی اونا تمیز و مرتب بود، زندگی من پر از کثیفی و بی‌نظمی. اونا منو مثل یه لکه ننگ تو خانواده میدیدن که باید از شرش خلاص میشدن و هر بار که با هم حرف میزدن منو نادیده میگرفتن، طوری رفتار میکردن که انگار من اصلا وجود ندارم. این نادیده گرفتن از 100 تا فحش و ناسزا برای من بدتر بود، چون منو بیشتر تو دنیای تنهایی و سکوت خودم فرو میبرد. یه روز که برف سنگینی اومده بود تو خونه بودیم. من از بیکاری حوصله‌ام سر رفته بود. با یه جعبه کبریت شروع کردم به بازی کردن. همیشه دوست داشتم ببینم آتیش چجوری میسوزه، چجوری همه چیزو پاک میکنه. من اون آتش رو تمیز میدیدم چون هر چیز رو که میسوخت از بین میبرد. یه تیکه کاغذ و آتیش زدم، گذاشتمش کنار پرده خونه. من میخواستم یه بازی کوچیک کنم، اما دست و پا چلفتی بودنم بهم اجازه نداد و اون کاغذ شعله ور افتاد رو پرده و در عرض چند ثانیه تمام خونه پر از آتش شد. از ترس خشک شده بودم و نمیدونستم چی کار کنم، فقط داد میزدم و گریه میکردم. صدای سوختن چوب ها و بوی دود تمام فضا رو پر کرده بود. نمیتونستم نفس بکشم، نمیتونستم فرار کنم. من تو اون لحظه فقط یه تصویر از آتش رو سوختن میدیدم و این تصویر تا آخر عمر تو ذهنم موندگار شد. احساس میکردم که دارم تو آتیش گناههای خودم میسوزم. این مکافات تمام خرابکاری منی. وقتی پدر و مادرم رسیدن خونه دیگه خیلی دیر شده بود. خونه تو شعله های آتش میسوخت و اونا تو اون حادثه تلخ و غم‌انگیز از بین رفتن. اون روز از آتش نجات پیدا کردم، اما تمام زندگی من سوخت و از بین رفت. برادرم که از خارج برگشتن حتی یه نگاه هم بهم نکردن. اونا منو باعث از بین رفتن پدر و مادرم میدونستن. با خشم بهم گفتن عباس تو یه بلای آسمونی که تمام زندگی ما رو خراب کردی. تمام تقصیرها رو گردن من انداختن و منو بیرحمانه تو روستا ول کردن و رفتن. هیچ کس منو گردن نمیگرفت. من مونده بودم تنها تو این دنیا با یه کوله بار از گناه و تقصیر و تحقیر. هیچ کس نبود که بهم بگه اشکال نداره. فقط دایی اکبر که سنش بالا بود و خودش هیچ وقت ازدواج نکرده بود سرپرستی منو قبول کرد. دایی اکبر شده بود تنها مونس و پناه من. تو این دنیا من به جز دایی حرف کسی رو گوش نمی کردم، چون همه منو تحقیر می کردن، اما دایی با مهربانی با من رفتار می کرد. سعی می کرد منو بزرگ کنه. اکبر مردی آروم و کم حرف بود. همین سکوت و آرامش برای من که توی یه زندگی پر از هیاهو و سر و صدا بزرگ شده بودم مثل یه پناهگاه بود. دایی اکبر به جای نصیحت کردن یا سرزنش کردن منو به سمت طویله خودش برد. بهم گفت عباس تو اینجا میتونی با گاوها و طبیعت وقت بگذرونی و اونا تو رو قضاوت نمیکنن. و این اولین قدم من برای پیدا کردن یه آدم اهم تو این دنیای کثیف و پر از تحقیر بود. این شروع جنون من تو زندگی جدید بود. بعد از اون فاجعه آتش سوزی و رفتن برادرام زندگی من دیگه معنی نداشت. من تبدیل شده بودم به یه موجود منزوی و ترسو که از سایه خودشم میترسید. تو مدرسه هم اوضاع بهتر نبود، چون من به خاطر همون فاجعه و توپلی و دست و پا چلفتی بودنم یه هدف آسون بودم برای اذیت و آزار همکلاسی‌ها. من حتی جرأت نمی کردم تو زنگ تفریح از سر جام بلند شم، چون میدونستم اگه بلند شم حتما یه خرابکاری میکنم یا بچه ها بهم میخندن. من همیشه تو گوشه حیاط مدرسه میشستم و سرمو پایین مینداختم تا کسی منو نبینه. حتی تو کلاس هم دائم عرق میکردم، چون میترسیدم که معلم منو صدا کنه یا یهو دست و پامو گم کنم و یه چیز دیگر رو خراب کنم. من از فضای شلوغ و پر سر صدای مدرسه هم متنفر بودم، چون این شلوغی و هرج و مرج به نظرم کثیف و بی‌نظم بود. من دائم آرزو میکردم که کاش توی یه محیط آروم و تمیز تنها باشم. یه روز تو کلاس معلم ازم خواست که برم پای تخته و یه مسئله ساده رو حل کنم. من از ترس تمام تنم میلرزید، عرق سر تمام بدنمو گرفته بود.
پام توان ایستادن نداشت. همین که خواستم قلمو بگیرم دستم، قلم از دستم افتاد و قل خورد رفت زیر پای معلم. من خم شدم که قلمو بردارم. از دست و پا چلفتی بودنم خوردم زمین و با سر خوردم به پایه تخته افتاد و تمام کلاس پر از گرد و خاکی گچ شد. همه بچه ها شروع کردن به خندیدن و اون خنده ها برای من مثل عذاب بود که تو روحم میخورد. حتی معلم نتونست خندش رو نگه داره. یکم خندید و بعدم شروع کرد به گفتن این که تو واقعا آدم بیخاصیتی هستی. تو حتی نتونستی یه مسئله ساده رو حل کنی. برو بشین سر جات. با شرم و خجالت نشستم و تمام صورتم اشک و خجالت خیس کرده بود. بعد از اتمام مدرسه که برای من حکم یه قفس و داشت، نوبت سربازی رسید. فکر میکردم که سربازی میتونه منو مرد کنه. اما سربازی هم برای من یه تحقیر بزرگ دیگه بود. اونجا هم به خاطر توپلی و دست و پا چلفتی بودنم دائم مورد تمسخر فرمانده ها و سربازا بودم. تو رژه رفتن همیشه پاهام به هم میخورد. صفو به هم میزدم. تمام سربازا مجبور بودن به خاطر من تنبیه بشن. این باعث میشد که اونا از من متنفر باشن و دائم منو تهدید کنن. فرمانده ها بهم میگفتن تو حتی ارزه نداری یه صفو مرتب کنی. تو به درد هیچ کاری نمیخوری. تو فقط یه خپل اضافی که جا اشغال میکنه. من تو پادگانم دائم دنبال تمیز کردن لباسا و کمد خودم بودم. چون تمیزی تنها چیزی بود که بهم احساس کنترل میداد. یه روز که مرخصی گرفتم و قرار بود بیام خونه، دلم خیلی برای دایی اکبر و اون آرامش خونش تنگ شده بود. تو راه برگشت درست جلوی پادگان یهو فشار عجیب و غریبی بهم اومد. دستشوییم گرفت. من تو عمرم هیچ وقت نتونسته بودم کنترل درستی رو بدنم داشته باشم. میدونستم که اگه تو پادگان برم دستشویی حتما یه گندی میزنم یا مسخرم میکنه. برای همین خودم رو نگه داشتم و با تمام توان رفتم سمت خونه. تو راه همش با خودم میگفتم عباس تحمل کن. عباس مرد باش. تو میتونی. من تمام وجودم رو جمع کرده بودم و به تمیزی و نظم فکر میکردم. میگفتم اگه کثیفی پیش بیاد آبروم میره. باید تمیز بمونم. باید کنترلم رو حفظ کنم. این اولین تجربه وسواس فکری من برای حفظ نظم و تمیزی بود که بعداً تو طویل خودش رو نشون داد. این فشار روحی و جسمی تا مرز بیهوشی منو پیش برد. تا رسیدم به خونه دایی اکبر. اون لحظه که کلیدو گذاشتم تو قفل و در رو باز کردم تمام بدنم شل شد. کنترل از دستم خارج شد و من درست جلوی در دستشویی خودم رو خیس کردم. تمام شلوارم خیس شد. اون لحظه دنیا رو سرم خراب شد. تمام آبروم رفت. دایی اومد و منو دید که توی اون وضعیت کثیف و شرم‌آور وایسادم. با تأسف بهم نگاهی کرد و هیچی نگفت. اما سکوتش از 1000 تا فحش و ناسزا برای من بدتر بود. اون شب من توی حموم نشستم تا صبح گریه کردم. فهمیدم که من تو هیچ کجای این دنیا نمیتونم یه آدم نرمال باشم. همیشه یه خپل باقی میمونه. که چله. هیچ وقت نمیتونم از این خجالت نجات پیدا کنم. بعد از تموم شدن سربازی که برای من فقط یه دوره وحشتناک روحی بود، دایی اکبر فکر کرد که وقتش من زن بگیرم. گفت عباس تو دیگه باید سر و سامون بگیری. تو باید ازدواج کنی. تا شاید یه زن بتونه تو رو آدم کنه. منم که تو اوج تحقیر و بی‌ارزشی بودم فکر کردم که شاید یه زن بتونه به من اعتبار بده. شاید اگه زن داشته باشم دیگه کسی بهم نخنده. 1000 بار دایی اکبر منو برد خواستگاری اما هیچ کس به یه آدم توپل دست و پا چلفتی که یه بارم خونه این پدر و مادرشو به آتیش کشیده بود زن نمیداد. من بلد نبودم با کسی ارتباط بگیرم. تو خواستگاری فقط سرم پایین بود. دائم میترسیدم که یه حرکت احمقانه انجام بدم یا یه چیزی رو بشکنم. نمیتونستم مثل بقیه مردا حرف بزنم یا از خودم تعریف کنم. فقط عرق میکردم و سکوت میکردم. و این دست و پا چلفتی بودنم باعث میشد که هر بار جواب خانواده عروس به دایی اکبر یه نه قاطع باشه. و من هر بار بیشتر از قبل تو خودم فرو میرفتم و احساس بی ارزشی میکردم. بعد از اون همه تحقیر و شکست تو خواستگاری ها دیگه ناامید شده بودم. فکر میکردم من باید تا آخر عمرم تنها بمونم و همین چل بودن و بیخاصیت بودن و با خودم به گور ببرم. دایی اکبر اما دست بردار نبود. او میگفت عباس تو باید زن بگیری. این تنهایی تو رو دیوونه میکنه. اون دائم دنبال یه فرصت جدید میگشت. تا اینکه یه روز اومد خونه و با یه لبخند مرموز بهم گفت
عباس، یه خبر خوب برات دارم. یه دختر تو روستای بغلی هست که تک دختر و باباش خیلی وضعش خوبه. بیا بریم خواستگاریش. اولش قبول نمی‌کردم. میگفتم دایی برو دنبال زندگیت. این دخترم مثل بقیه دخترها منو مسخره میکنه و میگه نه. دیگه حوصله تحقیر شدن ندارم. از نگاه‌های زنا میترسم. چون نگاهشون همیشه یه جور قضاوت و تمسخر توش داشت. اما دایی اکبر اینقدر اصرار کرد بهم، گفت این آخرین شانس توه. که آخرش من تسلیم شدم و گفتم باشه بریم. اما اگه این بار هم مثل اتفاقای قبلی تکرار بشه، دیگه هیچ وقت حرفی از زن نزن. اون روز رفتیم خواستگاری خونه پدر عروس. بزرگ و قدیمی بود. یه بوی خاصی تو هوا بود. بوی یونچه و فضولات تازه، بوی تمیزی و پروار شدن گاوها که از یه گوشه می اومد. و من ناخودآگاه داشتم اونو بو می کردم. تو عمرم هیچ وقت یه همچین بوی دلنشینی به مشامم نخورده بود. این بو برای من یه بوی آرام بخش بود. بوی ثروت، بوی قدرت. نشستیم تو اتاق، پدر و مادر دختر اومدن. تو دختر قد بلند و لاغر بود، موهای سیاهی داشت. اما وقتی بهم نگاه کرد احساس کردم یه جور غرور و بی‌حسی تو چشماش داره. منو یاد رفیقای زورگوی خودم تو مدرسه مینداخت که همیشه بهم زور میگفتن. همون لحظه ازش بدم اومد. با خودم گفتم این آدم شبیه رفیقام تو مدرسه است. اصلا دختر نیست. این منو مثل بقیه اذیت میکنه، مسخره میکنه. من نمیتونستم زن داشته باشم که از من قوی تر باشه، منو کنترل کنه. این زن تو نگاهش یه جور تمیزی و بی‌نقصی داشت که منو یاد مادر خودم مینداخت که دائم منو به خاطر کثیف بودن سرزنش میکرد. تو تمام مدتی که داشتن حرف میزدن و از مهری و شیربها میگفتن، تو ذهنم دائم این دختر رو با اون رفیقای گلدار مدرسه مقایسه میکردم. هیچ جوره زیر بار نمیرفتم که زن این آدم بشم. دایی اکبر دائم با آرنجش میزد که عباس یه چیزی بگو، یه لبخندی بزن. اما من فقط سرم پایین بود. میگفتم نه دایی، من این زن رو نمیخوام. این اصلا به من نمیخوره، این منو بدبخت میکنه. انقدر تو خودم فرو رفته بودم که حتی نمیتونستم یه لیوان چای رو بدون ریختن بلند کنم. داییم تمام مدت نگران بود که یه گندی بزنه. بعد از تمام شدن خواستگاری، دایی اکبر عصبانی و فریاد زد. تو راه برگشت گفت عباس تو احمقی، چرا این کارو کردی؟ این بهترین فرصت زندگی تو بود. تو هیچ جوره عرضه نداری که یه زن رو نگه داری. منم با غرغر گفتم دایی من این زن رو نمیخوام. اون اصلا شبیه زنا نیست. چند روزی سعی کرد منو راضی کنه تا اینکه دید من راضی نمیشم. آخرش انگار یه برگ برنده پیدا کرد. اومد پیشم نشست، با یه صدای آروم و مرموز گفت بابا دختره رو چی کار داری؟ این باباش کلی گاو داره. این دخترم تک دختره، دیگه چی میخوای؟ بابا هم که یه پاش لب گوره، فردا میفته میمیره. این گاوا همش برای تو میشه. اون موقع میتونی با هر کسی که خواستی باشی. بیا حماقت نکن، شانس یه بار در خونتو میزنی. همین که اسم گاوا مالکیت اومد، تمام دنیا تو ذهنم عوض شد. گاوا یهویی تبدیل شدن به اعتبار و آبروی من. دلم میخواست برای خودم یه خان بشم. منم برای خودم اعتباری داشته باشم، مردم منو تحویل بگیرن. پولدار بشم، آواره نباشم، زیر دستی نباشم. اون لحظه قافها رو راه رسیدن به خوشبختی میدیدم. تنها راه من برای ارباب شدن بوده. یه بار دیگه رفتم خواستگاریش. اما این بار اصلا به دختره نگاه نمی کردم. فقط ذهنم شده بود گاوا. تمام نگاهم سمت طویله بود. داشت دونه دونه گاوا رو میشمرد. تو ذهنم داشتم یه جدول حسابداری برای گاوا میکشیدم. این گاوا چقدر ارزش دارن. جای اینکه به دختر نگاه کنه، از پنجره پشتی به حیاط نگاه میکردم که طویله دیده میشد. روشون قیمت میذاشتن. وسط خواستگاری انقدر به من فشار اومد که نتونستم خودم رو نگه دارم. از جا بلند شدم، رفتم سمت طویله، داد میزدم ماشاءالله ماشاءالله، آقا علف بیارین، برای اینا بذارین پروار بشه، باید به اینا رسید. این حرکت من همه رو تو شوک فرو برد. دایی اکبر به زور اومد کشوندم تو خونه و گفت بیا بشین زشته. خانواده شروع به حرف زدن کردن، رسیدن سر موضوع مهریه. خانواده عروس گفتم باید 500 تا سکه مهر دخترمون بشه. منم نگذاشتم نه برداشتم، گفتم باشه قبوله. دایی داغ کرده گفت یعنی چی قبوله؟ خیلی زیاده. عباس فکراتو کردی؟
گفتم خدا بزرگه بابا. مهریه رو کی داده کی گرفته؟ آروم در گوشش گفتم دایی ته خرجش چند تا از گاواست که پسشون میدم دیگه. اون لحظه به حدی به واسطه گاوها احساس قدرت و آبرو کردم که از اون روز به بعد گاوها تمام زندگی و وسواس من شدن و اون زن فقط یه پل بود برای رسیدن به گاوها. تو دوران نامزدی اصلاً پیش زنه نمی رفتم. یعنی پیش دختری که گرفته بودم. همش پیش گاوها بودم. چون دلم نمیخواست با کسی باشم که منو قضاوت کنه. یا مثل رفیقای قدیمم بهم زور بگه. زنم تو نگاهش یه چیزی بود که منو میترسون. ترجیح میدادم تو طویله باشم که توش احساس قدرت میکردم. هر وقت هم با نامزدم تلفنی حرف میزدم اولین و آخرین سوال من حال گاوها بود. میپرسیدم غذا بهشون دادی؟ حواستون باشه که یونجه‌ای تازه بخوره یا آب تمیز بنوشه. هیچ وقت از خودش نمیپرسیدم که چی کار میکنی. فقط نگران گاوا بودم. یه بار با یه لحن سرد بهم گفت عباس تو انگار منو نگرفتی، گاوا رو گرفتی. منم بدون مکث و فکر کردن گفتم آره خب گاوا آبروی منه، تو که آبروی من نیستی. اونجا بود که نامزدم دیگه حرفی نزد و گوشی رو قطع کرد. این نشون میداد که اونم از من بی تفاوت‌تر و هیچ علاقه‌ای به من نداره. منم خوشحال بودم چون نیازی نداشتم که یه زن منو کنترل کنه. دلم نمیخواست منو دوست داشته باشه. هر بار میرفتم خونه پدر زنم تا وارد میشدم طویله رو مثل یه اتاق تمیز میکردم سر وسواسی که داشتم. بعد از اینکه همه جا رو تمیز میکردم حتی نمیذاشتم رو زمین یه لک بمونه. میومدم بیرون. تو همون دوران احساس کردم نامزدم دیگه خیلی سرده. ترسیدم عاقبت این سردی بشه از دست دادن گاوا. دست باچه و باحال تصمیم گرفتم سریع عقدش کنم و ببرمش سر خونه زندگی تا دیگه نتونه ازم فرار کنه و من مالک واقعی گاوا بشم. ما برای عروسی تدارک دیدیم. پدر نامزدم که آدم مذهبی و سنتی بود میخواست یه گاوا تو عروسی ما بزنه زمین. وقتی این حرفو شنیدم تمام دنیا رو سرم خراب شد. من داشتم دیوونه می شدم. گاوا تمام زندگی من بودن. چطور اجازه می دادم یکی از اونا رو جلوی چشمم این کارو باش کنه؟ رفتم وسط مجلس وایسادم. داد و بیداد کردم که این کارو نکنید. عروسی رو به هم میزنه. این گاوا مگه برای شماست میخواید باش همچین کاری کنید؟ با اجازه کی؟ اصلا این گاوا آوردین بیرون. این حرفا رو فریاد میزدم. تمام مردم و مهمونا منو نگاه میکردن. دوباره اون تحقیر و تمسخر تو نگاهشون بود. دایی اکبر که دید دیگه داره آبرو و شرفمون میره اومد منو برد کنار و به پدر نامزدم و جمع گفت این حیوونا رو خیلی دوست داره. نمیتونه همچین چیزی رو ببینه. حالش بد میشه. خواهش میکنم این کارو نکنید. پدر نامزدم هم به خاطر آبروی خودشم که شده نمیخواست عروسی خراب بشه. از خیر اون گذشت. شب عروسیمم که ازش اطلاع داری. بعد از اینکه پولا رو شمردم حالا رسیده بودم به طویله ببینم گاو سر جاشه. دیدم سر جاشه. یه نفس راحت کشیدم. قلبم پر از آرامش شد. وقتی مطمئن شدم خواستم دیگه برگردم سمت خونه. اما نمیتونستم. یه حس عجیبی پیدا کرده بودم نسبت بهشون. انگار که من تو طویله خان بودم پیش اینا. هیچ کدومشون نمیتونست منو اذیت کنه. بوی قوی و تند یونجه خیس بدن گاوها بهم یه حس خلسه عجیب میداد. شروع کردم اونا رو ناز کردن. تو بغل گرفتن. از این کار یه حس خوبی پیدا میکردم. انگار روحم ارضا میشد. اون موقع هی نازشون کردم. حس میکردم دارم قدرت و گرما رو از بدن بزرگشون جذب میکنم. تا اینکه یه سری تغییرات تو بدنم از لحاظ اونجوری پیدا کردم. انگار خوشم اومده بود از این نزدیکی و گرمای بدن. یه گاوی داشتم از همشون بزرگتر بود. اسمشو گذاشته بودم خان. خوابیدم زیرش. شروع کردم به شیر خوردن. انقدر حس خوبی بهم اون لحظه میداد که با دهنم داشتم همچین کاری میکردم که یهو خالی شدم. چند دقیقه بعدش دایی اکبر اومد. تمام راه و دنبال من اومده بود. با عصبانیت دنبالم میگشت. وقتی رسید اون صحنه کثافت‌وار رو دید که چطور من بین اون همه گاو افتادم و شلوارم هم پر از کثافته و عجیب اون لحظه من احساس تمیزی و آرامش میکردم. چوبی برداشت و شروع کرد بزدنم. صداش به گوشم میرسید که میگفت خاک تو سرت بدبخت.
برات زنگ گرفتم آدم باشی. این چه کاریه حیوان؟ خجالت بکش. تو الان باید پیش زنت باشی. اومدی با گاو آخه. بنده خدا بلندم کرد. بازور برد خونه و تر و تمیزم کرد. و صبح برد گذاشتم خونه خودم. بهم گفت از امشب باید کنار همسرت باشی. اگه نباشی خودم رسوایی شهرت میکنم. از اون دختر جدات میکنم. اون گاوا دیگه برای تو نمیشن. وقتی اینا رو داشت بهم میگفت یه لحظه عصبانی تر شد و گفت عباس تو یه حیوانی. هم پخمه‌ای، هم دیوونه‌ای، هم حیوانی. من که ترسی از رسوا شدن و جدا شدن از اون دختر نداشتم. اما اون گاوا، اونا تمام زندگی و عشق من شده بودن. به غلط کردن افتادم. وقتی برگشتم خونه، عروس با لباس عروس دراز کشیده بود رو تخت. حتی زحمت نکشیده بود لباسش عوض کنه. صورتش بی‌حس و خالی از هر احساسی بود. انقدر سرد و بی‌تفاوت بود که انگار نه انگار من نبودم. عجیب منو یاد پسرای مدرسه مینداخت. ازش متنفر بودم. اگه گاوا نبودن حتی نگاشم نمی‌کردم. با یادآوری دایی اکبر تصمیم گرفتم برم سمتش. با یه صدای لرزون و خشک گفتم پاشو لباست عوض کن. ما باید. حتی چشماشو باز نکرد. فقط با یه صدای مرده و آروم گفت من زن تو نیستم. من فقط یه وسیله هم تا تو به گاوا برسی. کارتو بکن و راحتم بذار. دوست نداشتم با هم اینجوری حرف بزنی. من دیگه خان شده بودم. کلی گاو داشتم. قرار نبود بازم از این حرفا بشنوم. رفتم جلو و لباسشو توی یه حرکت پاره کردم. باید کنترل دستم میگرفتم. در حالی که تو اون لحظه داشتم اون کارو میکردم انگار که این اتفاق براش مهم نبود. وقتی داشتم سعی میکردم بهش نزدیک شم یهو دستم به یه چیزی خورد. یه چیز عجیب. یه چیزی که نباید اونجا میبود. یه برآمدگی سخت و غیر قابل قبول. تو اون تاریکی دستم و جلو بردم و با وحشت دیدم که با تمام وجود از سر ترس فریاد کشیدم. اون زن نبود. مرد و زن با هم بود. برای منی که تو مغزم کلی وسواس شکل گرفته بود، پر از نظم و تمیزی بود، همچین چیزی دیدنش انگار که دنیا به هم ریخته بود. یه بار دیگه به هم ثابت می شد که چقدر همه چی بی نظمه. تازه می فهمیدم اون خانواده چرا قبول کردن دخترشون رو به من بده. این زن رو به من غالب کرده بودن. شروع کردم داد و فریاد زدن. هیچی نمیگفت. فقط با همون نگاه سرد و بی احساس به هم نگاه میکرد. نگاهش منو دیوونه تر میکرد. رفتم سمتش شروع کردم زدن. تمام خشممو از همه چی داشتم روش خالی میکردم. اون حتی دادم نمیزد. تو خودش جمع شده بود و میلرزید. یهو بلند شد و شروع کرد به زدن من. اصلا دیگه زورم بهش نمیرسید. جوری زورش زیاد بود که اصلا من 1/100 زور اونو نداشتم. من لگد مینداختم اما اون خیلی محکم‌تر منو میزد. هیچ وقت حالا هیچ کس منو اون شکلی نزده بود. همون شب تو تاریکی فهمیدم که این نه تنها منو به گاوا نمیرسونه، بلکه به جز اذیت زبونی قراره اینجا روم دستم بلند بشه. چند روزی به همین منوال گذشت. نمیذاشت من از خونه برم بیرون. هر چند ساعت یه بار میومد و منو میزد. انگار از این کار خوشش میومد. هر بار که این کارو میکرد با یه صدای سرد میگفت تو چلی؟ هیچ وقت مرد نمیشی. من هیچ وقت از لحاظ زور بازو بهش نمیرسیدم. انگار اون واقعا یه مرد بود که تو کالبد یه زن گیر افتاده. تو اون چند روزی که منو تو خونه نگه داشته بود تمام فکر و ذکرم پیش گاوا بود. بعد از چند روز بهم گفت بیام بشینم تو حال خونه. این اولین بار بود که میخواست با هم با آرامیش حرف بزنه. شروع کرد به حرف زدن با یه لحن خشک و بی احساس. انگار که داشت درباره آب و هوا صحبت میکرد. گفت ببین من اینجوری به دنیا آمدم. ناقص. پدرم اینو نمیدونه. اگه بفهمه با عموهام کار منو تموم میکنه. میدونی که تو روستایی نقص یعنی چی. من هیچ وقت نتونستم اینو بهشون بگم. سر همین تنها راهی که به ذهنم رسید این بود که شوهر کنم و با این ازدواج از این روستا خارج شم تا کسی نتونه منو بشناسه. حالا گوش کنم باز. تو الان تو دست منی. یا میتونی اینجا هر روز من بزنمت که زورت به من نمیرسه. تو این دهکده آبروت میره. یا میتونی بیای بریم تهران.
یه چند وقتی اونجا با هم زندگی کنیم. بعدش من چند تا از گاوا رو از بابام میگیرم. خودم میرم پی زندگیم گم و گور میشم. هیچ کسم به خریت تو پیدا نکردم که این کارو باهاش کنم. تو هم که عاشق من نیستی، عاشق گاوای بابامی. سر اونا اومدی سمت من. با یکم فکر کردن گفتم قبوله، بریم تهران. اما اون گاوا رو باید بدی به من. من بدون گاو نمیتونم زندگی کنم. یه لبخند سرد زد. اطمینان داد که گاوا رو از پدرش میگیره و بعد از رفتنش اونا رو میده به من. دایی اکبر وقتی شنید ما داریم میریم تهران خوشحال شد که شایعات تو روستان میخوابه. من دارم میرم شرم کم بشه. یه تهمونده پولی داشت داد به. گفت برو اونجا، یه دوستی هم دارم، یه کار حمله بار. همین خرمالی خودمون. برات پیدا میکنه، یه کار کن. با زنم شروع به جمع جور کردن کردیم و به سمت تهران حرکت کردیم. گاوا رو به پدرزنم سپردم. اونجا برای من عذاب مطلق بود. شهر بزرگی که تو ذهن من چیزی جز بی‌نظمی و شلوغی و کثافت نبود. تمام مردم عجول و بی‌توجه بودن. بوی بنزین و زباله ها جای بوی شیر و علف تازه رو گرفته بود. تو محله‌های پایین شهر تهران یه خونه کوچیک اجاره کردیم. تو اون روزایی که تو اونجا زندگی می‌کردیم همش با خودم میگفتم یه روز این میره. تو هم به گاوات میرسی، یه زندگی جدید برای خودت شروع میکنی، زندگی که دوست داری. هر شب جدا از هم میخوابیدیم. من به گاوا فکر میکردم، اون به برنامه‌های خودش. اما همه چی همینجوری ساده نمیگذشت. یه هفته بعد خونه شروع شد به کثیف شدن. هرچی میخورد مینداخت یه گوشه. ظرفای کثیف همه جا تلمبار بودن. بوی کثیفی تو خونه میپیچید. این وضعیت برای من خیلی اذیت کننده بود. یه شب که از سر کار اومدم از خستگی افتادم. از بس که سر کارم سنگین بود. دیدم خونه هم اینجوری کثیفه. طاقت نیاوردم، رفتم پیشش با خشم و نگرانی. گفتم این چه وضعیه؟ مگه اینجا خونه نیست؟ تو تمام روز خونه‌ای. چرا یه دستمال نمی‌کشی؟ چرا اینجا رو تمیز نمی‌کنی؟ با یه لحنی سرد و کمی ترسناک گفت این وظیفه من نیست. تو داری کار می‌کنی، پول میاری. اما این دلیل نمیشه من کلفت تو باشم. از فردا که از سر کار اومدی خونه رم تمیز می‌کنی. اینجا وظیفه توئه که تمیزش کنی. اینو گفت، بعد اصلا اجازه نداد که من حرفی بزنم. بلند شد وحشیانه، پرید روم تا میخوردم منو زد. حتی توان دفاع کردنم نداشتم. خسته، داغون، یه گوشه افتادم. نه التماس فایده داشت، نه چیزی. بعد از اینکه تقریبا دیگه هیچ جونی نمونده بود، نگام کرد و گفت از این به بعد هرچی حقوق بهت دادن میاری میدی به من. تو فقط میتونی 10,000 برای خودت خرج کنی، فهمیدی؟ 10,000 پولی که به زور میتونستم باهاش یه ساندویچ آشغال یا کیک و نوشابه بخرم. ما بقیه پول اون همه زحمت رو میدادم به این. هر شب میومدم خونه. از سر کاری که سنگین بود شروع میکردم به تمیز کردن خونه. روزها با درد و خستگی جسمی تو کارخونه. شبها هم با درد و اذیت روحی تو خونه. اما من تسلیم نشدم. میگفتم این روزا میگذره، به گاوا میرسی. ماه اول زندگی اونجا گذشت. ماهی که برای من چیزی جز درد و اذیت نبود. سهم من از زندگی روزی 10,000 تومان بود که فقط شکمم و با یه ساندویچ ارزون سیر میکرد. هر چقدر تمیز میکردم باز همیشه یه جا میدیدم که کثیفه، بو میده، بی‌نظمی داره و کل وجود منو به هم میریخت و کاریم از دستم بر نمیومد. هر چند روز یه بارم بی دلیل میگرفت منو میزد. گاهی به خاطر کثیفی زمین، گاهی به خاطر اینکه تو راه پولمو دیر بهم دادن، گاهی فقط چون حوصله‌اش سر رفته. و تنها چیزی که من اونجا نگه می‌داشت این حرفا بود که اشکال نداره عباس، صبر کن. به زودی اون گاوا برای تو میشه. این سختی‌ها موقته. اون لحظه ها خیلی احساس بدبختی می‌کردم، احساس بیچارگی. فکر می‌کردم دیگه بدتر از این نمیشه. تا اینکه چند شب بود میومدم خونه، میدیدم زنم لبخند ترسناکی میزنه و نگام میکنه. نمیدونستم چرا اینجوری میکنه، فقط من میترسیدم از اون لبخند. تا اینکه یه روز طناب آورد و بعدشم شروع کرد به بستن و بعدم اذیت کردن. اینکه یه زن با تو این کارو کنه زورش برسه خیلی اذیت کننده بود. صبح که میشد دست و پامو باز میکرد. بدون هیچ حرفی منو راهی سر کار میکرد. با تنی که جای جایش
سیاه شده و بنفشه. چند ماه دیگه گذشت تا اینکه یه شب دایی اکبر تصمیم گرفت سرزده بیاد خونه ما. تقریبا ساعتای 10 شب بود که رسید جلوی در خونه ما. از شانس همون لحظه یکی از همسایه‌ها در حیاطو باز میکنه. دایی مستقیم میره دم واحد ما. وقتی نزدیک در میشه میشنوه که سر و صدا میاد. گوششو میذاره، میبینه که صدای منه. میبینه دارم گریه و التماس میکنه. هرچی در میزنه کسی در رو باز نمیکنه. زنگ میزنه به گوشیم، بازم من جواب نمیدم. یه ساعتی منتظر میمونه و صدای من براش عجیب بوده، چون صدای کسی بوده که داره درد میکشه. یهو ناغافل در رو شکست و وارد شد. دید دست و پای من بسته است و اون روی من با تعجب و حیرت فقط داشت نگاه میکرد. فقط تونستم بگم دایی کمکم کن. شروع کرد به داد و بیداد کردن، همسایه ها رو جمع کرد. دایی دست منو گرفت با خودش ببره. اون زن ناقص فریاد زد که اگه بری هم بدبخت میشی هم گاوا رو از دست میدی. همش داشتم به گاوا فکر میکردم. دایی با زور منو از دست اون زن کشید و سوار ماشینم کرد. تمام راه فقط گریه میکردم. نه برای چیزایی که از سر گذرونده بودم. برای گاوها گریه میکردم. در حالی که داشتم به گاوا فکر میکردم چند روزی گذشت تا اینکه یه روز تو حیاط وایستاده بودیم با دایی. یه نامه دولتی اومد. ابلاغیه بود. دایی اکبر نامه رو باز کرد، خون رنگ از صورتش پرید. اون زن ناقص قبل اینکه دایی منو نجات بده کار خودشو کرده بود. رفته بود دادگاه و مهریه‌شو گذاشته بود اجرا. دایی با حیرت گفت این زن میخواد ما رو بدبخت کنه. 500 تا سکر از کجا بیاری؟ من از هیچی ترس نداشتم، فقط ترسم از دست دادن گاوا بود. رفتیم دادگاه. هرچی دایی اکبر التماس کرد توضیح داد که این زن ناقصه با من چی کار کرده هیچ فایده‌ای نداشت. گفتن قانون مهریه باید پرداخت بشه. اینطوری شد که من عباس 40 به خاطر گاوایی که هیچ وقت مال من نشد، به خاطر زنی که ازش متنفر بودم، راهی زندان شدم. روزهای تیره و تاریکی که اونجا میگذشت فقط یه چیز منو نجات میداد. تو خیالاتم خودم و ارباب گاوها میدونستم. چون اگه واقعیت رو میپذیرفتم قطعاً سکته میکردم. یه مدت بعد دایی اکبر اومد دیدنم و گفت برام وکیل گرفته، کلی تو این مدت تلاش کرده تا تونسته قسمندی کنه، من دیگه آزاد میشم. گفت کلی پول خرج کرده. وقتی گفت آزاد میشم خیلی خوشحال شدم. با ذوق نگاش کردم و گفتم میریم پیش گاوها. گاوها چی میشه؟ حالا اون گاوها مال من میشن؟ و اون زن رفت. سکوت کرد. یه سکوت طولانی و سرد. بعد با صدای خسته و شکسته گفت آزاد شدی عباس، طلاقم گرفتی، دیگه زنی نیست، گاوا هم دیگه نیستن. پدر زنت وقتی فهمید چه رسوایی شده گفت این دختر رو دیگه نمیشناسه. همه گله رو فروغ زد به نام خودش تا مهریه دخترش رو از پول خودش بده. تو دیگه نه زنی داری نه گاوی، هیچی نداری. فقط فریاد میزدم و گریه میکردم که من اون همه درد و تحمل کردم، با من اون کارا رو کرده. گاوا رو به هم نداد و رفت. از اونجا آزاد شدم. دایی اکبر دلش سوخت، تصمیم گرفت منو ببره یه مسافرت تا حال و هوام عوض شه. دلم به دایی اکبر میسوزه بچه‌ها. اونجا از نظر من اصلا قشنگ نبود. چند شبی اونجا گذروندی. تو راه برگشت دایی زد کنار یه روستا تا استراحت کنی. همونجور که نشسته بودم یهو چشمم افتاد به یه گله گاو. یه گله بزرگ که توی یه مرتع سرسبز آروم ایستاده بودن و یونجه میخوردن. یه حس عجیبی تمام وجودم رو گرفت. یه حس نظم و پاکی. این اولین بار بود بعد از مدت‌ها من یه نظم واقعی و زیبا میدیدم. بلند شدم رفتم سمتشون. انگار خوششون نیومد. اول شروع کردن بعد نگام کردن، یهو شروع کردن به حمله. شاخاشونو پایین آوردن و به سمتم اومده. نگو گاوها وحشی بوده. زیر شاخ و پاهای گاوا افتاده بودن. اون لحظه فهمیدم که اینا عاشق من نیستن. اینا هم منو دوست نداره. صدای استخونامو میشنیدم که داشت زیر وزن سنگین اونا میشکست. یهو شروع کردم به فریاد زدن که چرا؟ شما دیگه چرا؟ من به خاطر شما از خیلی چیزا گذشتم. اون گاوها همون رویای زندگی من حالا داشتن منو از بین می بردن.
گاوایی که برای من نماد نظم و پاکی و اعتبار بودن حالا داشتن یه بی‌نظمی ایجاد می‌کردن. زیر سم‌های سنگین اونا داشتم له می‌شدم. تو آخرین لحظه‌هایی که داشتم نفس می‌کشیدم صورت دایی اکبر رو دیدم. با وحشت به سمتم می‌دوید و فریاد می‌زد. تو اون لحظه آخر من فهمیدم که تمام زندگی من دنبال کردن چیزایی بوده که هیچ وقت بهشون نرسیدم. نه تو خونه، نه ازدواج، نه حتی تو آغوش گاوها. من جای بعدی رو همیشه برای زندگی انتخاب کردم. اما اون لحظه به این فکر کردم بالاخره تموم شد. دیگه همه چی داره تموم میشه. همون گاوا که تمام رویای من تو کل زندگی بودن و عشق من بودن. با وحشیگری تمام باعث مرگم شدن و جونم رو گرفتن. خب دوستای قشنگم، اینم از داستان امشب. امیدوارم که لذت برده باشید. این داستان متفاوتی بود که یکی از شما برای من فرستاد. عجیب بود، پر از حرف بود. خوشحالم که اینجا قلمای دیگه‌ای رو به جز خودم قرار بخونم و میدونم که تجربه‌های متفاوتی قراره به گوشم برسه. این داستان خیلی قابل تحمل بود. خیلی ازتون ممنونم که اینقدر همراهی. خیلی دوستتون دارم. مواظب خودتون باشین. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا یه شب دیگه و یه داستان دیگه. خدا نگهدار.